شام دیروز در آستانه از اتوبوس‌ها در نزد بینای وزارت انرژی نیروهای ویژه صبر بیرون آمدن نفتکش‌های اعتراضگر را احاطه کردند. گروه بازداشت شده برخی با تمام قوت تلاش کردند مقابله و همکارانشان را از دست نظامیان آزاد کنند. با شنیدن خبری سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات در آستانه، ساکنان شهر ژناوزن قزاقستان هم به خیابان برآمدند. آنها رهایی نفتکش‌ها را طلب کردند. در میان اعتراضگران زنان و کودکان و پیرانسالان هم بودند. اگر همکاران ما را در آستانه رها نکنند، تمام ژناوزن را به پای می‌خیزانیم. همین خیل نه بچه‌ها، آنها به خاطر برقرار شدن عدالت به آنجا رفتند و ما آنها را جانبداری می‌کنیم. با حمایت از نفتکش‌های بازداشت شده در آستانه، کارمندان شرکت‌های دیگری نفترسانی هم نوارها ثبت کرده تهدید می‌کردند که اگر همکاران آنها آزاد نشوند کارشکنی می‌کنند. این وضع سبب شد که اینترنت در ژناوزن قطع شود. شماری مردم جمع آمده در میدان مرکزی هرچی بیشتر می‌شد. رئیس شهر به نزد آنها برآمد و رهبر ولایت منگیستاو هم شبانه در یک نوار به مردم مراجعت کرد. حالا باید ما به احساسات داده نشویم و آرامی را حفظ کنیم. ما می توانیم همه مسئله ها را حل کنیم. تحریک به تظاهرات در جامعه به قانون شکنی و ناآرامی می رساند. دوستان عزیز، من از شما دعوت می کنم آرام باشید. می خواهیم این مسئله در دایره قانون و عادلانه حل شود. نزدیک صبح تمام نفتکش‌های بازداشت شده را رها کردند. دیرتر آنها در یک نوار در راه آهن آستانه ظاهر شدند. ما نفتکشان ژناوزن در جستجوی عدالت به آستانه آمدیم. همه صحت و سلامتیم و همه یک جا به خانه برمیگردیم. با این وجود صبح در ژناوزن چندان آرام نبود. نظامیان مردم را در خیابان بازداشت می‌کردند. مقامات گفتند ساکنان راه‌ها را بستند. کارمندان برخی از کارخانه‌ها همانا به نشانه اعتراض به کارشکنی ادامه می‌دهند. آنها طلب دارند نیروهای ویژه صبر و افرادی که در بازداشت همکاران آنها دست دارند به جوابگری کشیده شوند. همچنین آنها خواستند تمام طلب نفتکش‌ها قبول شود.